ماما چون من گله بیا چی خرید داری غیری به هم ریزی تو بیا تو کار دارم همین نرد ما چه چیز نمیشه بسته نمیشه بیا گله بیا که به تو کار دارم بیا سر قربان سرت من میایم ببرد چی خرید داری خانه پیالا نه برفتم خونه خاله من پیالا یعنی هیچ کس به سرانیه نه پیالا ما چوچری من نلاش پس خونه نمیسته که کجی نه برفتم سر خاله من میگم یار من دوز مسلمان یا بیاد پارا درم سر جارو کبو ما او بدل تراولو ما یار یعنی گله خوب سر بامت کبوتر می پرانو چتری گل هستی دختر کابل هستی یار ما یارانه دقیقا چون که مغز سربار بچوریدی خب بفرماییم بگیم برارم بفرماییم عمل کنیم یعنی گلا خدای پا میگه بیده که تو گلو را کنده بنداخته شیر غم آدم یه بار 5 دقیقه بگم تو که مثل هم مسلح آوردم و برار منی دیگه هم رنگی منی میگم ما شما با تو چی بگم عیاد ما بر پاک مغز سربار بچوریدی با تو یک گپی میگم شرطی ورز کنی خوبه؟ نه خوبه به سرانیه بیا برو به در سرا همی همسایه در سرا رمضان در سرا عباس اینا برو به در سرا عباس اینا یا در سرا رمضان اینا بگو مادر مامایم برم پیش آقا صاحب یک 500 پولی برای ما بده یا با برفتی در سرا رمضان یا در سرا عباس اینا بگو مریض داریم یک 500 پولی به ما بدین که همین باسه و پسه و پول کاشی ما اون مغز سر داده همسایه به تو به من پول میده بگو مادر گفته من نمیگم که بگو مادر از زبونی مادر برو بفهمیدی برو در سر همسایه بگم همسایه مادر میگفتن 500 پول به ما به قرض بدیم بگو مادر به شما سلام میگفتن رد سلام گفتن 500 پولی به کار مهم بریم به دواخونی 500 پولی بریم ما بدیم علی به خیر خوشی و سبا یا پس پول کاش ما میاریم بفهمیدی گله جو دل جمع باشون داره خوبه برو خوبه دیدی بیه 500 بگو به کار ما تو چری پرستی چری نگفتی خدی تو میریم دیونه به میله میریم به قلعه شربن میریم به تخت صفا 1 روپیه به کیسا ما و تو دست کنی پیدا نکنی بستون خرج کنی خودگه نه نمیگم زنه این زنه که حالی 2 کلمه امرو میگم ابو دقا یاد اینا میره اینا به درست روز به یاد اینا نقل بمونه برو بستو اگه ننه پرسی بگو من قرض نکردم خب برو بستو بیا میبونه قرار کرده و میلا خرج میکنی میره برای اکار خواه یاد اینا میره خوبه دختر بگو موی تو را شانه کنم آیا تشت دل عاشق دیوانه کنم دیوانه کنه جان چی گفته؟ عباس جان اشتنی برو چی گیلم داره بکندی بخور داره بکندی ما خاطر گفتم میشه خیلی باشه عباس اشتنی برو من خوبه یعنی شما جور مادر شما اشتنه خوبه بی اشتنه نه خوبه خیرات بیا میدی شکر فضل خدا زنده باشه مادر ما با مادر شما سلام میگفته گفته عباس هم جان بچی منه انا گفتم عباس هم جان بچی منه مادر خوب از این چی کنه گفت بخور بگو چاش للغه آده چند خریدی؟ آره گیله برو گفت بخور 500 خب مادر ما گفتم برو با مادر عباس بگو 500 پول بریم و به قرض بدیم خاطر که نه چیز انا ما هم برم به دواخونی برم انا چیز میکنیم انا پس 500 شما صبح نمازدگر میارم خب شما خود شما خونه خود یک 500 پول ندیستین گیله نه خب مادر من زنکا از هم دگر خب میستون شما بریم با مادر خب بگین لالای من
سعی کنیم مادر شما گاهی میاد مادر ما قرض میکنم مادر شما رسم و رواج زمانه همینه. حال میگم گیلک بیان مادر ری کنه که من دواخانه 5 سال به سلام شما پس میدم. آفرین با مادر خوب بگو. همینجا بس. خوبه. بای داشتی کلان قوقا کنم ما تو را بوی گل پیدا کنم مکو از بوی گل پیدا نمیشم جوانی را به غم سودا کنم ما در بدر هوای پغمان بدر یعنی ما از جایل من داغن شد بدل من. گیلک جان آره گفتم که دیگه ما کار داشتیم با بیان زنده باشیم نه دیگه به کار نیه. خیر بینیم چای میخوریم. نه گفتم مادر شما خب ما که میفهم مادر شما مثل مادر شما خود مادر ما خیلی رقیفه خیلی رقیفه. چای نمیخوری؟ کی؟ نه دیگه برو خیلی خوبه. ای پشته عاشق کشته اخونی عاشق لیل جان نامه نوشته سرسری پشته عاشق کشته اخونی عاشق لیل جان نامه نوشته بله سلام علیکم نه نباشیم جانجور اول خوبه مادر تو بخونه نی بردم خبرم به طباخچه. به طباخچه بله سیبم. سب میکنه بله. کجای باختی شما ولی اینجا. آها این تکوشه بله. مادر تو اینجا بله. خوبه او بدل تراولم سابا دل تپاخم نصرات خانه دوران شجوگه یارزم نصرات خانه دوران شجوگه او بدل تراولم دود دل تپاخم. بله جانان زما زد جانانیم تبا بازار میخرسه بیگر سر از اومد. سلام علیکم الله مزدشتن جانجور خیاته سلامتی یا راستی جانجور با کمر بسته کردی ای میوه میچینین گیلا میوه دانه میچینیم ما براتون درس را شما برار شما گفتم مادر ما برار ما به باغا مادر ما به شما سلام میگفتم البته به شما نبم نکنی دلخته مادر ما به مادر شما سلام میگفتم من گفتم مادر ما گفتم برو انا به مادر رمضان سلام بگو به در سلام اینا بعد از سلام بگو که نه 500 پول داریم به خاطری که ما میریم به دکتر میریم انا 500 پول مادر شما با ما بدم انا با روز جمعه گفتم میاریم بغاز بغاز بالیا در سلام شما براتون گفتم مادر شما با باغچه باشه با نانه خوب بگم گیلا باشه ما مادر خوب بگم یارم هندوز مسلمانیم بیار دا پارا درم سر جرو کبوم و جوگی او بدل تراولم به سایکو برادر خدا بداده به جینا ما هم پیار داریم گیلا آره ما پانسدی خیلی بینیم بیا ما مادر خوب میکنم برم اون بعد بیا با خود کم میوه هم بچینم میوه؟ مادر شما به جمع مادر مانم رو هم کنه پیشم از تو آزادی بیا خجالت میکشم خجالت میکشم من بیا از این چارچوب بده بری ناانداخته بیا نه مادر خوب بگم منم یک بار خجالت میکشم من از خود خجالت میکشم بیا میرم به زو سر باخت دیگه نه شما مادر خوب بگم پس من از خود خجالت میکشم من زنکال ببینم خجالت میکشم همه زنکال به جمع پیار و مادر بنم بیا یالله بیا نانه بیا یالله بیا سگ و سوتولی کنه داریم نه سگ بسته به زو سر باخچه بیا خیر بینم ما رمضان گیلا بله بیا صبر کن بیا که اینا را مادر ما گفتن اینا هم طرف من مادر شما گفتن اونا نه کو بله اونا طرف منه گیلا جو اینا طرف مادر منه اینا الوه الو و شفتالو خیر بینی میتونی برده اینجا من باشو میبرم سیه برو اینا سالچه ما با میارم سالتا مروا بیاره به در سرا بیاری خب سالتا به در سرا بیار در سلا شما خوبه چشم
مادر، نانه بیا کجی کجا هم نانه سرا خاله خیریت بی همینا بگذار تا یخچال بگذارم چه لولو آوردین؟ چی می آوردم؟ نمی آوردین گیلا یک سطر پوری لو شفتلو آورد یک امیده پتوی هم دستمالی هم سیبو از کجا آورد؟ عبا کی؟ عبا رمزون اینا من چی خبر داشتم؟ خیر بینان که بدادم بابا رگینا هم بگذار خیره دیگه ساده 20 روپیه بالا اینا باور که پول دادم بگذار تا یخچال خراب نشه گیلا کوئی تو کاره برفته میوه آورده خیر بینه رمضان که میوه داده بره منده حالا کم بمردم نانه نمیایم که جی بیایم اینجا یک بالشتی بیایم اینجا خود دراز کشم 5 دقیقه یا باشه میرم متا اتاق نه بمردم ای ساربان آهسترم آرام جانم میرود معامل بدم ای ساربان تندی نکن با کاروان ای ساربان 6 7 8 9 10 11 تو گیلا بله تو از صبح کجایی تو؟ بله تو از صبح کجایی؟ از صبح بابا ما برفتم خیلی کار داشتم خاطری چی کار؟ همین تا براتون چرخ با بازار و شهر هم خود تو فکر نمیکنی که هم گفتم اینجا گوشنه گوشنه تو خود فکر نکردی؟ بابا گوه کجیر جمع نکرده جمع کرده این فقط جمع کنم 2 دفعه میشه شما هم جمع نکردین من جمع کردم خیلی اگر دیدم نه ویش کردم شما نبیدم من برفیم جمع کردم این پوله چی بوده؟ بله این پوله چی بود؟ پول نمیدونم با پنجه خورده میگفتم 1 2 3 5 6 7 9 10 11 من بدیدم پول بوده بچیم دیگه ما رو های بچیم های نداره های بچیم تو بسته آنه سیکو اینا را کجا بردی؟ ها؟ اینا را کجا بردی؟ شماره کنین 5 و 6 و 7 و 8 و 9 10 و 11 12 13 14 15 ساله یکی نیم اینا را کجا بردی؟ خب بیاوردم KCB خونه چی فروختی؟ KCB میفهم چی فروختی؟ باور میکنیم بچه شما میته بچه نقلیه خب من میفهم اول باور میمون بس کنیم بعد بگین که چری خون بدین پولا من خب چی فروختی بگو اناله پولا اول بدین شما خب میدون پولا بتام میدون خب بگو میدون چی فروختی پولا بابا پیاره خور بگردم همه اونا رو هم که جمع نکرده بیدم 8 بوجی شد قرار که دیگه ببردم عکس چرخی بگرفتم هم تا شرق تا چیز بدادم هم 1 نفره خب نه چی 8 بوجی بیده؟ 8 بوجی چی شده بیده؟ چی 8 بوجی شده؟ میگه 8 بوجی شده چی بیده که 8 بوجی شد؟ اوشاده گوه میگم اوشاده گوه فروختی؟ هم برای بالا پشت بوم جمع کردم خوب کار 8 بوجی گوشاد شد خوب کار کردی نوشتی ها گم شده بدین بابا پولا من میدون بتام میدون بگی هنی داری پس تو اینا رنگارو میخورم پلو قبض برق واسه کمه 5090 روپیه پول برق آماده بابا اینا ما از ما کجیر شیریکی بابا اینا ما کجیر ما به خود تو هفته میخریم مندازیم تا هفته بابا یعنی هفته فرستاره یا قبض برق که برق بالا ما شما قطع کنم ها؟ اینا رو میخورم ولی قبض برق میخورم که ببرن تحویل کنم خب 5 سدیر ما این وردنیم بالا قصب برق بگذاریم پولام کمه 5090 روپیه پول برق آماده یعنی 10 از به 50 به 50 کشی آفرین 50 آن به کل 1 دهه من بکشی بیرم 1 دهه نوی من کشی اینو میخوام بالا دهه ما یکی علش نمیشه نه یک رنگه اینو میخوام بالا قبض برق خوب چون سوتالی نیه بابا چرا؟ کجا بسکو با قصب برق بیاده خب بیا مدد دیگه میشه دیگه که ندیم پول برقه شونا ما به درد آمد بابا خود مردم هفته کلب میکردم
خیر بین مرتکه میگو نمیهی از من میگفت که اینا چیز گشادا تره من میگفتم نه خوش کرد خیر بین سکو من گور جان کردم با برو چکا کالاف هم دره کو بره انا من شما بیان خوشی ها میان که خوشم برو بابا کجیر بگین که دیوانی نگه که با پولا عمل به کسی خوب کردی خوبه میگم خاطر 4 بوجی گشاد از اون 4 بوجی از من خوبه برای میگم خوبه